وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوایم راجع به لسن پلن یا طرح درس صحبت کنیم. چیزی که به نظر من برای تمامی دبیرا و اساتید تازه‌کار واجبه. لسن پلن یا طرح درس یه برنامه‌ریزیه که به ما اجازه میده و اینو نشون میده که طی 1 ساعت و ربع الی 1 ساعت و نیم کلاسمون دقیقاً چی کار میتونیم انجام بدیم و چه کارهایی رو باید طی چه زمانی انجام بدیم تا اون کلاس ما به نحو احسن به اتمام برسه. شاید خیلی اون برامون سوال پیش بیاد که خب من یه طرح درس ذهنی دارم و طبق اون پیش میرم. اما جالب اینجاست که بدونید من خودم شخصا اولین کلاسی که داشتم توی نیم ساعت تموم کردم و نمیدونستم واقعا 1 ساعت بعدش رو چی کار کنم. لسن پلن همونطور که طبق تصویر میبینید شامل 5 قسمت، 5 تا ستون و 5 قسمت و 5 تا تایم میشه که هر کدومش رو با هم دیگه توضیح میدیم. اولین قسمت ما گریتینگ هست. همونطور که میدونید گریتینگ یعنی احوال پرسی، همون احوال پرسی که با هم دیگه انجام میدیم و توی این زمان حالا به غیر از سلام حالت چطوره میتونیم راجع به کاری که طی هفته انجام دادن، حالشون اگه بد بوده، سری پیش غیبت کردن و این مسائل رو هم بپرسیم. و خب طی لول‌های بالاتر که میتونن جمله سازی بیشتری انجام بدن این مورد بیشتر به کار برده میشه. اما خب تایم زیادی بهش اختصاص نمیدیم. توی ستون دوم تایم اختصاص داده شده 1 دقیقه الی 2 دقیقه، زیاد نه. توی ستون سوم هدفمون رو از این لسن پلن بیان میکنیم، از این قسمت لسن پلن که اصلا چرا گریتینگ انجام میدیم. خب عموما برای اینه که ما رو نزدیکتر کنه به زبان آموز و بدون اون زبان آموز که برای ما ارزش داره و اینطوری اون جو دوستانه بهتر شکل میگیره. ستون بعدی اینتراکشن هست. خب ما 3 تا اینتراکشن داریم: teacher to a student to a student و teacher to class. طبق هر کدوم از این مواردی که بیان میکنیم این اینتراکشن ها رو هم مینویسیم. و ستون آخر ما procedures هست که اون روش هایی که این کار رو باش انجام میدیم و گفتگو، ویدیو، موزیک و هر چیز دیگه‌ای که ما ازش برای انجام دادن اون مواردی که میخوایم استفاده میکنیم. خیلی از مواقع هم این توی این قسمت به جای اون روش کار مواردی که میخوایم بپرسیم، نکات اضافه و چنین مسائل رو من خودم یادداشت میکنم. میایم گزینه بعدی ما وارم اپ هست. همونطور که از اسمش معلومه ما باید توی این قسمت کاری کنیم که اون زبان آموز نسبت به کلاس یخش آب بشه، یه جورایی اکتیو بشه و بعد از اون شروع بکنیم به تدریس کردن. توی قسمت وارم آپ همونطور که نوشتم هلوش 5 الی 10 دقیقه زمان میبره، زمان زیاد براش نمیذاریم و خب خیلی از مواقع هست گریتینگ و وارم آپ رو یکی انجام میدن و خب 2 تا قسمت جدا از هم قرارش نمیدن. توی وارم آپ شما میتونید ریویوی از جلسات قبل داشته باشید و یا نه با یک بازی، اگه برای کودکان هست یه بازی جدید، من مثلا خودم با بازی فیزیکی مثل استنداپ، سیت داون، کلاب و غیره انجام میدم که یه ذره شاگردها اکتیو تر بشن و انرژیشون بیشتر بشه. قسمت بعدی ما استادی هست. خب طبق اون درسمون ما استادی رو انجام میدیم که خب هر چقدر که تایم لازم داشته باشه از بقیه موارد سعی میکنیم کمتر کنیم و به قسمت استادی اضافه کنیم که خب از نظر من برای سطوح پایین‌تر و یا کودکان بهتر تایم زیادی قرار داده نشه و با بقیه مسائل یکی باشه تایمش که اون کلاس براشون خسته کننده نباشه. قسمت بعدی اینگیجمنته. شما هم میتونید اینگیجمنت رو قبل از استادی به کار ببرید هم بعد از استادی. من شخصا بعد از استادی به کار میبرمش به خاطر اینکه بیس اصلی اینگیجمنت بر پایه بازی کردنه که توی این قسمت من معمولا مروری میکنم برای قسمت استادی، یعنی قسمت استادی و اینگیجمنت همو به هم دیگه وصل میکنم که با اینگیجمنت و اون بازی کردن ها بتونم ریویو بکنم درسایی که بهشون دادم.
که این قسمت هلوش 10 الی 13 دقیقه زمان میبره. و خب توی بزرگسالان میتونید این قسمت رو با مسائل دیگه مثل یه رایتینگ، مثل گفتمان، مثل قرار دادن سیچویشن های مختلف توی کلاس این رو انجام بدید. و قسمت آخر ما اکتیویشنه. اکتیویشن و انگیجمنت آنچنان تفاوتی میتونن با همدیگه نداشته باشن. برای خود من تفاوتی نداره، به خاطر اینکه هر دو رو بر طبق فعالیت همدیگه انجام میدم. یعنی اگر کودکان هستن هر دو رو بر طبق فعالیت بازی انجام میدم و اگر بزرگسالا هستن هم رایتینگ، لیسنینگ، یه ویدیو، یه قسمت مختلفی که برای مکالمه برای هم قرار میدیم و اینجور مواقع رو قرار میدم. اما شما میتونید از هم جداشون بکنید. بر فرض مثال من انگیجمنت رو فقط برای ریویو استادی قرار میدم. شما میتونید اکتیویشن رو برای ریویو موارد اضافه‌ای که قرار دادید رو انجام بدید. و هر کدوم از اینها هم به صورت جداگانه توی قسمت پروسیجر سعی کنید قطعاً روش کارتون هم بنویسید که یادتون نره. و خب جلوتر که میرید، زمانی که تجربه بیشتر میشه، خیلی هم میبینیم که خیلی از اساتید اصلا لسن پلن ندارن، به خاطر اینکه برای اون تجربه‌ای که به دست آوردن تمام این لسن پلن ها دیگه توی ذهنشون هک شده. ولی برای اوایل کار قطعا لازم میشه و مخصوصا اینکه خیلی از مواقع اون لسن پلن رو زمان ابزرو ازتون میخوان. حالا توی یه ویدیو دیگه من ابزرو رو هم به صورت جداگانه توضیح میدم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوام راجع به لسن پلن یا طرح درس صحبت کنیم، چیزی که به نظر من برای تمامی دبیرا و اساتید تازه‌کار واجبه. لسن پلن یا طرح درس یه برنامه‌ریزیه که به ما اجازه میده و اینو نشون میده که طی 1 ساعت و ربع الی 1 ساعت و نیم کلاسمون دقیقاً چی کار میتونیم انجام بدیم و چه کارهایی رو باید طی چه زمانی انجام بدیم تا اون کلاس ما به نحو احسن به اتمام برسه. شاید خیلی اون برامون سوال پیش بیاد که خب من یه طرح درس ذهنی دارم و طبق اون پیش میرم. اما جالب اینجاست که بدونید من خودم شخصا اولین کلاسی که داشتم توی نیم ساعت تموم کردم و نمیدونستم واقعا 1 ساعت بعدش رو چی کار کنم. لسن پلن همونطور که طبق تصویر میبینید شامل 5 قسمت، 5 تا ستون و 5 قسمت و 5 تا تایم میشه که هر کدومش رو با هم دیگه توضیح میدیم. اولین قسمت ما گریتینگ هست. همونطور که میدونید گریتینگ یعنی احوال پرسی، همون احوال پرسی که با هم دیگه انجام میدیم و توی این زمان حالا به غیر از سلام حالت چطوره میتونیم راجع به کاری که طی هفته انجام دادن، حالشون اگه بد بوده، سری پیش غیبت کردن و این مسائل رو هم بپرسیم. و خب طی لول‌های بالاتر که میتونن جمله سازی بیشتری انجام بدن این مورد بیشتر به کار برده میشه. اما خب تایم زیادی بهش اختصاص نمیدیم. توی ستون دوم تایم اختصاص داده شده 1 دقیقه الی 2 دقیقه، زیاد نه. توی ستون سوم هدفمون رو از این لسن پلن بیان میکنیم، از این قسمت لسن پلن که اصلا چرا گریتینگ انجام میدیم. خب عموما برای اینه که ما رو نزدیکتر کنه به زبان آموز و بدون اون زبان آموز که برای ما ارزش داره و اینطوری اون جو دوستانه بهتر شکل میگیره. ستون بعدی اینتراکشن هست. خب ما 3 تا اینتراکشن داریم: teacher to a student to a student و teacher to class. طبق هر کدوم از این مواردی که بیان میکنیم این اینتراکشن ها رو هم مینویسیم. و ستون آخر ما procedures هست که اون روش هایی که این کار رو باش انجام میدیم و گفتگو، ویدیو، موزیک و هر چیز دیگه‌ای که ما ازش برای انجام دادن اون مواردی که میخوایم استفاده میکنیم. خیلی از مواقع هم این توی این قسمت به جای اون روش کار مواردی که میخوایم بپرسیم، نکات اضافه و چنین مسائل رو من خودم یادداشت میکنم. میایم
گزینه بعدی ما وارم آپ هست. همونطور که از اسمش معلومه ما باید توی این قسمت کاری کنیم که اون زبان آموز نسبت به کلاس یخش آب بشه، یه جورایی اکتیو بشه و بعد از اون شروع بکنیم به تدریس کردن. توی قسمت وارم آپ همونطور که نوشتم هلوش 5 الی 10 دقیقه زمان میبره، زمان زیاد براش نمیذاریم و خب خیلی از مواقع هست گریتینگ و وارم آپ رو یکی انجام میدن و خب 2 تا قسمت جدا از هم قرارش نمیدن. توی وارم آپ شما میتونید ریویوی از جلسات قبل داشته باشید و یا نه با یک بازی، اگه برای کودکان هست یه بازی جدید، من مثلا خودم با بازی فیزیکی مثل استنداپ، سیت داون، کلاب و غیره انجام میدم که یه ذره شاگردها اکتیو تر بشن و انرژیشون بیشتر بشه. قسمت بعدی ما استادی هست. خب طبق اون درسمون ما استادی رو انجام میدیم که خب هر چقدر که تایم لازم داشته باشه از بقیه موارد سعی میکنیم کمتر کنیم و به قسمت استادی اضافه کنیم که خب از نظر من برای سطوح پایین‌تر و یا کودکان بهتر تایم زیادی قرار داده نشه و با بقیه مسائل یکی باشه تایمش که اون کلاس براشون خسته کننده نباشه. قسمت بعدی اینگیجمنته. شما هم میتونید اینگیجمنت رو قبل از استادی به کار ببرید هم بعد از استادی. من شخصا بعد از استادی به کار میبرمش به خاطر اینکه بیس اصلی اینگیجمنت بر پایه بازی کردنه که توی این قسمت من معمولا مروری میکنم برای قسمت استادی، یعنی قسمت استادی و اینگیجمنت همو به هم دیگه وصل میکنم که با اینگیجمنت و اون بازی کردن ها بتونم ریویو بکنم درسایی که بهشون دادم که این قسمت هلوش 10 الی 13 دقیقه زمان میبره و خب توی بزرگسالان میتونید این قسمت رو با مسائل دیگه مثل یه رایتینگ، مثل گفتمان، مثل قرار دادن سیچویشن های مختلف توی کلاس این رو انجام بدید. و قسمت آخر ما اکتیویشنه. اکتیویشن و انگیجمنت آنچنان تفاوتی میتونن با همدیگه نداشته باشن. برای خود من تفاوتی نداره به خاطر اینکه هر دو رو بر طبق فعالیت همدیگه انجام میدم. یعنی اگر کودکان هستن هر دو رو بر طبق فعالیت‌های بازی انجام میدم و اگر بزرگسالا هستن هم رایتینگ، لیسنینگ، یه ویدیو، یه قسمت مختلفی که برای مکالمه برای هم قرار میدیم و اینجور مواقع رو قرار میدم. اما شما میتونید از هم جداشون بکنید. بر فرض مثال من اینگیجمنت رو فقط برای ریویو استادی قرار میدم. شما میتونید اکتیویشن رو برای ریویو موارد اضافه‌ای که قرار دادید رو انجام بدید. و هر کدوم از اینها هم به صورت جداگانه توی قسمت پروسیجر سعی کنید قطعاً روش کارتون هم بنویسید که یادتون نره. و خب جلوتر که میرید زمانی که تجربه بیشتر میشه خیلی هم میبینیم که خیلی از اساتید اصلا لسن پلن ندارن به خاطر اینکه برای اون تجربه‌ای که به دست آوردن تمام این لسن پلن‌ها دیگه توی ذهنشون هک شده. ولی برای اوایل کار قطعا لازم میشه و مخصوصا اینکه خیلی از مواقع اون لسن پلن رو زمان ابزرو ازتون میخوان. حالا توی ویدیو دیگه من ابزرو رو هم به صورت جداگانه توضیح میدم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه.